تنها انعکاس زندگی بشری میتواند نام هنر به خود بگیرد. بدون انسان و خارج از منافع او هنر وجود ندارد. آنتوان چخوف در خصوص داستان و تعریف داستان این رو گفتن و ما در بخش سوم در ویدیو 18 بخش اول با موضوعیت لطیفه و داستان واقعی در خدمت شما هستیم. ما برای اینکه بتونیم یک داستان رو تعریف بکنیم باید موضوع داشته باشیم. قبلش تعریف میکنیم که موضوع چی هست. موضوع شامل پدیده میشه، شامل حادثه میشه و درون مایه رو در خودش جای میده و قلمرویی رو ایجاد میکنه که بشه به توسط اون خلاقیت رو اعمال کرد. خب زمانی که ما میخوایم خلاقیت رو در کارمون وارد بکنیم به واسطه حادثه ها یا گره هایی که در آینده میگیم این اتفاق میفته. منتها لطیفه ساختمانی شبیه به قصه داره. تفاوت این دو رو خدمتون میگم. لطیفه داستان‌های مفرح و کوتاهی هست که بر اساس وقایع واقعی و اتفاقات تصادفی بر اساس شخصیت‌هایی که ممکنه خیلی برجسته باشن گفته میشه.